الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 17 از شرح و بیان ارکان ایمان است و ما تا امروز در بالای موضوع رکن اول ایمان آمنت بالله داریم صحبت میکنیم و البته که این بزرگترین موضوع هست که سبب نجات انسان در این دنیا و آخرت می شود. یا جاهل ماندن در این موضوع، شناخت الله، ایمان به الله، کسی وقتی جاهل ماند البته که به کفر و شرک و ضلالت و شقاوت این دنیا و آخرت و به سبحان الله عذاب الله گرفتار می شود. این مسئله خیلی بزرگ است و ما تا به اینجا یک چند صفت های الله سبحانه و تعالی رو به شما بیان کردیم که هر کسی که میگوید که آمنت بالله، ایمان آوردم به الله سبحانه و تعالی، باید این چیزها را بداند. حالا در کتاب اصول الایمان شیخ الاسلام رحمه الله میگن اثبات صفت الحب لله، اثبات صفت حب به الله. حب یعنی دوست داشتن. الله ما ذات است که یکتا و تنها صفتهای ذاتی و فعلی دارد و یکی از صفتهای فعلی الله انمین صفت است که الله هر چیزی را که خواست دوست می دارد، هر عبادتی که هست دوست می دارد و کفر شرکی است بد می بیند و الله سبحانه و تعالی هر بنده را که خواست از مؤمنین و موحدین دوست می دارد و این صفت الله سبحانه و تعالی هست که باید ایمان بیاریم که الله دوست می دارد. صفت دوست داشتن، حب. و به اثبات این صفت شیخ الاسلام حدیث رو ذکر کردند که امام البخاری روایت کردند با رقم 7485 و امام مسلم با رقم 2637. حدیث همچنین است: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هرگاه که الله سبحانه و تعالی بنده اش را دوست داشت، جبرائیل علیه السلام را ندا می کند و می گوید که همانا به درستی که الله تعالی فلان بنده را دوست می دارد، ای جبریل تو هم دوست بدار. یعنی یک بنده وقتی که موحد شد، وقتی که توبه کرد، از شرک، کفر و ضلالت دور شد، الله سبحانه و تعالی این بنده را دوست می دارد. جبرائیل را به نزد خودش دعوت می کند یا جبرائیل را ندا می کند و می گوید که جبرائیل من فلان بنده را دوست داشتم، تو هم باید دوست بداری.
جبرئیل هم دوست می‌دارد. فیحبه جبریل، جبریل هم دوست می‌دارد. فینادی فی اهل السماء، جبریل به اهل سما، به اهل آسمان ها، همه کسانی که در آسمان ها زندگی میکنند و به خصوص ملائکه ها ندا میکنند جبرئیل و میگن که الله فلان بنده را دوست می‌دارد، شما هم دوست بدارید. اهل آسمان، همه کسانی که در آسمان هستند از ملائکه ها این بنده را دوست می‌دارند. و بعد از این میگن ثم یوضع له القبول فی الارض، بعد از این در زمین این بنده را الله قبول در زمین میگرداند. یعنی قبول فی الارض، این بنده را در زمین قبول میکنند. معنای قبول فی الارض در زمین مشهور میشود، همه او را دوست میدارند؟ نه، اهل ایمان این بنده را دوست میدارند. اهل ایمان انا همین بنده را از دیگر بنده ها جداتر و خوبتر و بهتر دوست میدارند و با جدا میکنند. چگونه ای که امروز ما صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم، چگونه ای که تابعین و تبع تابعین را دوست می‌داریم، چگونه ای که علمای اهل سنت را، احمد، الشافعی و مالک و غیر از علمای سلف صالح را دوست می‌داریم. هر کسی را که الله دوست دارد در زمین او مقبول می شود. چگونه؟ اهل ایمان، اهل توحید او را قبول میکنند و او را دوست می‌دارند. و این یک مرتبه بزرگ، این یک مکافات الله به بندگان خاص الله، به اولیاء الله است. پیش از اینکه به دیگر هر کلمه های حدیث رویم، موضوع ما چی است؟ ایمان بالله است. از این حدیث ما چگونه ایمان به الله را ذکر میکنیم؟ ایمان آوردن به اینکه الله دوست می‌دارد. به همینجا مقصد ما از آوردن این حدیث همین است، محل شاهد همین است که ان الله تعالی یحب فلانا، یا که اذا احب الله تعالی العبد، وقتی که الله دوست داشت بنده را، پس این صفت فعلی الله است. پس دوست داشتن الله گشته و برگشته به وجود می آید و این عقیده ما هست و ما به همین عقیده به الله ایمان میاریم و این عقیده رو به ما پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادند. حدیث متفق علیه است که الله گشته و برگشته دوست می‌دارد. یعنی امروز یک بندهش رو دوست داشت، روزی دیگر بندهش رو، تا روز قیامت، تا روزی که مؤمنین و مسلمین هستند الله دوست می‌دارد. و این چنین الله غضب دارد، غضبش به بالای کفار و مشرکین و غیر و غیره که حالا ما به اینم می‌ریم. اکنون این عقیده اهل سنت است. اما عقیده امروزه علماهایی که بنام علما هستند، اینها همون ائمه الظلم، ائمه الضلاله که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اینی اخاف علی امتی من ائمه المضلین، من به امتم از امامهای گمراه کننده میترسم. این امامهای گمراه کننده که امروز در تاجیکستان در منبرها نشسته فقط خدمت به طاغوت و دروغ بستن به رسول الله شب روز مشغول هستند، عقیده اینها در این باب چی است؟ در آمنت بالله، در مسئله حب، در مسئله صفت احب الله، دوست داشتن الله چه عقیده دارن؟ عقیده اینها ماتریدی است. ماتریدی یعنی امروز ملاهایی که در تاجیکستان و در آسیای مرکزی است در باب این صفت و دیگر صفت های فعلی الله دو نمود هستند. یک نمودش جهلا هستند، اصلا الله را نمیشناسند، حالا به الله ایمان نآوردند.
فقط اینها به زبان گفتند که ایمان آوردن به الله، اما نمیشناسند که الله کی است، در کجا است، چی صفت دارد، چی نام دارد. اصلا بیخبر هستند. اینها از خران همسایشان گمراه تر هستند. اینها تاجران دین، فقط همین دین کتی از بالایش زندگی میکنند، علمی ندارند. دومین نمود این بنام علما امام های گمراه کننده، خواه صوفی باشد، خواه حزبی باشد، خواه طاغوتی باشد، غیر و غیره، عقیدتاً خواه حنفی باشد، عقیدتاً میگیم اینها ماتریدی است. فقها حنفی، عقیدتاً ماتریدی. اما اگر حنفی حقیقی باشد که فقها هم حنفی، عقیدتاً هم حنفی باشد، مذهبش مثل مذهب ما اهل سنت و الجماعت است. در باب اسماء و صفات عقیده اهل سنت، عقیده ابو حنیفه رحمه الله، عقیده اهل سنت و الجماعت بود. عیناً همین چیزی که من حالا گفتم که الله صفتی دوست داشتن دارد، صفتی حب دارد، الله دوست می‌دارد و دوست داشتن الله صفت فعلی الله است. کی خواهد گشته و برگشته دوست داشتن میگیرد. و این چیز صفتی بغض دارد، بدبینی، صفتی بدبینی بغضش هم صفتی فعلی است. کی که یک چیزی بد دیده الله به وجود آمد، الله گشته و برگشته بد دیدن میگیرد. و عقیده ابو حنیفه، ابو یوسف، محمد ابن الحسن الشیبانی، اینها همشون همین عقیده بود. اما امروز این علمایی که در تاجیکستان در منبرها می نشینند، امام های گمراه کننده، فقها حنفی هستند، عقیدتا ماتریدی هستند. عقیدتا ابو حنیفه را قبول ندارند، ابو حنیفه را مجسمه میگویند، ابو حنیفه را گمراه میگویند. همین ما را که گمراه گفتند، عقیده ما را که مجسمه گفتند، ابو حنیفه را مجسمه گمراه گفتند. برای که همین عقیده که ما میگیم در همین کتاب فقه اکبری ابو حنیفه است. اینها دشمنان قرآن و سنت هستند. اینها ماتریدی. ابو منصور ماتریدیه که بعد از 350 سال پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، علمای عصر 4 است. این و ابو الحسن الاشعری، علمای عصر 4، اشعری ها و ماتریدی ها، انا همین عقیده باطل به وجود آوردند. البته ابو الحسن الاشعری توبه کرد و وفات کرد، کتابی الابانه نوشت، مقالات نوشت، این صفت اثبات کرد، اما اشعری ها از او روی گردانیدند. ماتریدی در همون عقیده باطلش باقی ماند. اشعری ها و ماتریدی ها چی میگن؟ میگن که صفتی فعلی گفتنی صفت در الله وجود ندارد. الله صفت فعلی گفتنی صفت ندارد. یعنی فعلی به این معنی که گشته و برگشته، صفت رو، یک عمل رو الله انجام نمیده. و با وجود آمدن عمل رو اینها حدوث میگن. حدثه یعنی حدیث به وجود آمدن، زبان عربی میگن که یک عمل گشته و برگشته به وجود آید، این یعنی معناش این است که الله مخلوق است. میگن اعوذ بالله. عقیده باطلی کفری گمان خودشون است. با گمانشون فقط اینها دین انکار کردن. عقیده اشعری ماتریدی در حقیقت عقیده گمانی، کلامی، عقیده شیطانی است. پناه به الله از این عقیده. اعوذ بالله من ذلک. اینها میگن که صفت محبت الله، میگن این صفت قدیم است. صفت قدیم چی معنی؟ یعنی الله یک مرتبه در ازل دوست داشت، تمام، دیگر دوست داشته دیگر بعد دیده نمیتواند. این به الله ناممکن است. میگن برای همین حدیث اذا احب الله تعالی العبد، هنگامی که یا که هر گاهی که دوست داشت الله تعالی بنده را، اگر یک ماتریدی کورک گمراه ترجمه کند، در ترجمه دوست داشت گفتنش خطا کرد. اگر دوست داشت نگوید، یگون عالم ماتریدی باشد، اینجا دوست داشت نمیگد. زمانی که الله سبحانه و تعالی نعمتش را به یک بندهش داد، به یگون به نظری رحمت نظر کرد، انا همچنین گفته کلمه را معناش عوض کرده، فریب میدهد، مردم گمراه میکنه. برای چی؟ بار دیگر میگیم برای که در باب رکن ایمان، که رکن یکم ایمان آمنت بالله، ایمان آوردن به الله هست، به صفت محبتی، به صفت حب الله، صفتی که الله حب دارد، محبتی که الله به بنده هاش و به بعضی چیزها دارد، صفت فعلی الله ایمان نآوردند.
قسمان به الله ایمان آوردند، قسمان ایمان آوردند. به بعضی خبرهایی که الله از ذات خودش داد ایمان آوردند و به بسیاری صفاتهای الله کافر شدند، ملحد شدند. چخیلی که الله میگه وَيَذَرُ الَّذِينَ یلحدون فی اسمائه، ترک کن آنهایی را که در اسمای صفات الله الحاد می‌ورزند. اینها همین الحاد کننده ها، ملحدین در اسمای الله سبحانه و تعالی هستند. اشعری ها و ماتریدی ها صفت محبت الله را که الله خودش دوست می‌دارد کی خواهد قبول ندارد. اگرچه در بعضی سخنهاش اینا فهمیده نفهمیده جاهلانه میگه. ماتریدی های منطقه ما ماتریدی های جاهل است، ماتریدی های جاهل است، علم ندارد. اما بالاخره عقیده ماتریدی ها در مسئله آمنت بالله ببینید چقدر جاهلانه است. برای این عقیده کفری است. عقیده اشعری ماتریدی برای همین آمنت باللهش کامل نیست. آمنت بالله ندارد اشعری ماتریدی یا صوفی قبوری. خیر این مسئله را در بالا بیان کردیم. بارک الله فیکم. انا کنون اذا احب الله تعالی العبد، این معلوم است که الله یک بنده را هرگاه که الله یک بنده را دوست داشت، این دلالت میکند که الله یک بنده را بد دیدنشان ممکن است، دوست داشتنشان ممکن است. یک بنده اگر در حالت کفر شرک باشد الله اینو بد میبیند، اما وقتی که در حالت ایمان و اسلام و توحید که آمد دوست دارد. و این جمله اول حدیث باز رد به اشعری ها و ماتریدی ها. اشعری ها و ماتریدی ها میگوید که چخیلی که گفتیم الله یک بار بد دیده یک بار دوست داشته نمیتواند. اشعری و ماتریدی ها میگن زیرا که محبت الله ازلی است، بغض الله ازلی است. میگه تمام. ابو لهب یا که ببینید خیر ابو لهب معلوم است، ابو لهب الله بد دید به همون وفات کرد. میگن مثلا حضرت عمر در حال شرکشون که حالا اسلام نآورده بودند الله دوست می‌داشت یا بد می‌دید. اشعری و ماتریدی میگن که در حالت شرک هم در حالت کفر هم الله از اونها راضی بود و الله از اونها را دوست می‌داشت. برای چی؟ برای که اشعری و ماتریدی اعتقاد ندارد به محبتی که نو به وجود میاد و به بغضی که نو به وجود میاد. برای همین اینها میگن که محبت الله در بالای یک صحابه در وقت تولدش هم محبت الله در بالای او بود. در وقتی که شرک میکرد الله او را دوست میداشت و راضی بود از او. میگه برای چی؟ برای که میگن که محبت الله ابدی در اول یک بار بود، دیگر گشته و برگشته محبت الله اول بغض و بعد محبت نمیشه. اما عقیده اهل سنت چی است؟ الله در وقت کفر شرک یک انسان او را بغض و عداوت میکند و او را بد میبیند، اما در وقت اسلام و ایمان و توحید او را دوست میدارد. و این حدیث هم وقتی که اولی جمله را میبینید که رسول الله گفتند اذا هنگامی که این دلالت به چی میکند؟ یعنی وقتی که دوست داشت. این دلالت به این میکند که یک حالتی میشد که الله بنده را دوست میدارد، یک حالتی میشد که بد میبیند. خیلی اهمیت بدید. و معلوم است که الله بنده را به خاطر چی دوست می‌دارد؟ الله بنده را به خاطر چی دوست می‌دارد؟ الله از بنده چگونه راضی میشد؟ اولین چیزی که الله به خاطر همین شما را دوست می‌دارد و از شما راضی میشود، این بجا آوردن اولین فرض است. اولین فرضی که الله به من و شما فرض کرده است، همون بجا بیارید. الله شما را دوست می‌دارد و از شما راضی میشد. و دوستداری الله سبحانه و تعالی با برازگی او با برازگی او هم تعلق دارد. اولین فرض الله کرده چی است؟ کفر به طاغوت است. کفر به طاغوت چی است؟ اجتناب کردن، دور شدن، ترک کردن، کفر ورزیدن به همه الههای باطلی که غیر از الله هست. اله نفس پرست باشی، آدم پرست باشی، حکمی غیر الله پرست باشی، اطاعت کننده کسی باشی، درخت و مزار و قبر و آدم و اینو آن پرست باشی، همه اینها را ترک بکنی و آمنت بالله بگوی، ایمان به الله. کفر به طاغوت، ایمان به الله. دو چیزی که
بدون یکش اسلام وجود نمیاد. هر دوش باید باشد. وقتی که کفر ورزیدی به طاغوت، ایمان آوردی به الله، الله تو را دوست می‌دارد. چقدر تطبیق کفر به طاغوت و ایمان به الله، تطبیق ایمان به الله قوی تر شود، علمت زیادتر شود، عقیدت صحیح تر شود، به قوت تر شدن بگیری، روز به روز تحقیق بکنی، عمل بکنی، همون قدر محبت الله به بالای تو سختتر می شود. تا این درجه الله تو را دوست می دارد که قسم به الله دعا میکنی، دعایت اجابت است. در روی زمین میگردی، حکمت حکم جنت است. خودت نمیدانی، هیچ کس نمیداند تو را که تو جنتی هستی، اما اینقدر موحد هستی، اینقدر یکتاگی الله تطبیق کردی، اینقدر کفر به طاغوت داری که در این دنیا میگردی الله تو را دوست داشته و تو را از اهل جنت بوده. الله اکبر، الله اکبر. این چنین انسان در هر یک دور و زمان است. این چنین انسان در هر یک دور و زمان هست. بنده های خالصی الله هست. من شما نمیدونیم. شاید نظرناگیر یک انسان است، اما ببینید چقدر انسان ها است که مؤمنین، موحدین، شهدا، صالحین. پس میخواهید که دوست داشته الله باشید؟ پیروی به سنت رسول الله بکنید. سنت رسول الله چیست؟ کفر به طاغوت، ایمان به الله. ایمان به الله اصل دینتون است. اما افسوس که امروز چیزهای بدعت و خرافات جای این عقیده صحیح، جای این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گرفته است. دوست داشته الله شدن میخواهی؟ بله، غلام شو میکرد. سر خم کن، کار کن، همه به تبسم کن، به آداب شو. لیکن معنای به آدابی را یعنی غلامی. غلام شو گفتن نمیتواند، به جای غلام شو گفتن به آداب شو میکرد. آداب اینا معلوم است که نابود کردنی براءت است. یعنی براءت به بخش نابود کردن آداب گفته، همین براءت نابود کردن گفته هستند. سبحان الله. تازگی را گفتند، راستگویی گفتند، گناه ترک کردن گفتند، لیکن چیزی اساسی کفر به طاغوت، ایمان به الله، توحید نگفتند. و در این حدیث با فهمیده می شود که جبریل از درون ملائکه ها ملائکه خاص هستند. برای همین الله به همه ملائکه ها نمیگوید، به جبریل میگوید. جبریل به دیگه ملائکه ها میگه. این دلالت میکرد که جبریل علیه السلام روح الامین سردار ملائکه ها هستند، سرداری همه ملائکه ها هستند. بعضی ها میگن که جبرائیل بعد از شیطان سردار ملائکه. این عقیده غلط است. جبرائیل از اول سردار ملائکه بودن، لیکن این شیطانی که رانده شد، لعین الرجیم، نامش که عزازیل بود، در آسمان یکم، بله در آسمان یکم، کلان آسمان یکم بود، از همه بزرگ آسمان یکم، گویا که رئیس آسمان یکم بود. اما جبریل از اول از همه بالاترین مرتبه را داشت. جبریل ببینید در اینجا با اثبات میشد که الله صحبت میکند. الله به جبریل میگه که من فلان دوست داشتم، تو دوست بدار، امر میکرد. جبریل دوست میدارد. این با دلالت میکرد این حدیث که هر کس و هر چیزی را که الله دوست داشت، ما بنده های الله مأمور هستیم، مسئول هستیم و به ما فرض است که همون دوست داشته الله را، خواه عبادت، خواه عقیده، خواه سخن، خواه انسان، خواه زمین، هر چیزی که باشد دوست بداریم. یخلق ما یشاء و یختار. الله هر چیزی رو خود خلق میکرد و هر چیزی رو خود اختیار میکرد. از زمین الله 3 زمین رو اختیار کرد. از همه زمین دوست داشته ترین الله مکه است، دوست می‌دارد. خانه کعبه که 12 مرتبه پوشیده شده است، گشته و برگشته. اول ملائکه ها پوشیدند،
طوفان حضرت نوح نابود کرد، بعد ابراهیم، بعد قریش، بعد عبدالله ابن زبیر، بعد مروان و غیره و غیره. 12 مرتبه. بعد از این باقی ماندگی هستن. و بعد از این دومین منطقه که الله بعد از مکه دوست می‌دارد، سرزمین مدینه، و بعد از این مسجد الاقصی، من سرزمین. دیگر جای را الله سبحانه و تعالی ذکر نکرد. 3 جا از زمین. از انسان ها الله سبحانه و تعالی پیامبران اعلان کرد دوست داشت، صحابگان و غیره. و بعد از این گفت هر کسی که ایمان می آورد و موحد است الله را دوست می دارد. و الله خبر داد این کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هر کسی که پیروی به سنت رسول الله میکند الله را دوست می‌دارد. الله به پیامبر امر کرد و گفت که بگو که محمد صلی الله علیه و سلم اگر شما الله دوست می‌دارید پیروی از من بکنید الله شما را دوست می‌دارد. ای مردم می‌خواهید که الله شما را دوست بدارد پیروی از رسول الله بکنید. قیل و قال، این گفت آن گفت ملا گفت، اینو ترک کنید. به حدیث صحیح به سنت پیامبر چنگ بزنید. عقیده صحیح، سنت صحیح کتی عقیده و عمل بکنید. الله شما را دوست می‌دارد. و این حدیث دلالت میکرد که در آسمان امروز کسایی هستند که زندگی میکنند. این زندگی کننده ها 2 قسم هستند یا 3 قسم هستند. بگیم ملائکه ها معلوم هستند که همیشه به عبادت مشغول هستند، و زنهای اهل جنت برای شهدا یا برای مردهایی که به جنت داخل میشوند. حور العین برای شهدا 72، برای یک مرد 1. اگر شهید نباشد برایش کم است، یعنی خیلی یک دانه. بالاخره اینها هستند. و 3 قسم انسانی که از زمین به بالا رفته، الله سبحانه و تعالی به بالا برده تا روز معین. عیسی علیه السلام که آخر الزمان گشته با به زمین میفرستد در آسمان. لیکن اینجا ندا فقط به اهل السما، علما میگن ملائکه ها که مأمورین به همچین عبادت های هستند. ثم یوضع له القبول فی الارض. برای همون ببینید علماهایی که الله سبحانه و تعالی حفظشون کرد، خدمت به دین کردند، به خاطر حق ثابت قدم ایستادند، رنج کشیدند، اذیت کشیدند، لیکن هیچگاه حق رو ترک نکردند، نفروختند. هر روز مذبذب نشدند امروز یک طرف امروز یک طرف. جماعتی من کم گفته به جماعتی بزرگ رفته، از و جماعت به دیگه جماعت. این چنین نکردند، لیکن فقط در بالای قال الله قال الرسول ایستادند، ثابت قدم ایستادند. این علما را امروز ببینید که چقدر مقبول هستند. احمد ابن حنبل 1445 سال یا بگیم 1300 سال شده است که 1250 سال است که همه رحم الله میگن. امام البخاری، مسلم و غیره و غیره. بارک الله فیکم. این است یکی از صفات‌هایی که ما اثبات میکنیم. و در همین جا ما 2 صفت اثبات کردیم: صفت محبت، صفت حب الله و بغض الله. بغض الله معلوم است، ضد حب بغض است. چقدر کفر شرک و گناه کردی الله بعد میبیند. اکنون بارک الله فیکم، فکر میکنم با همین این حلقه را به پایان میرسونیم. مختصر خیلی خواستم در مسئله رؤیت صحبت بکنم. اثبات رؤیت الله در روز قیامت برای مؤمنین. لیکن این موضوع باید کمی زیادتر صحبت کرده شود. یک 30 دقیقه دیگر به بالای این صحبت کرده شود که قرآن و سنت ثابت میکند، الله خودش ذکر میکند، رسول الله ذکر میکنند که الله سبحانه و تعالی دیده میشود در روز قیامت و در جنت، اهل جنت. اما امروز همین اشعری ها و ماتریدی ها دیدن الله را انکار میکنند. میگن که الله دیده نمیشود.
با چشم ها دیده نمیشن. البته به این چشم دنیوی هرگز الله دیده نمیشد. الله را بعد از اینکه بعد از قبر همه میخیزند، جسم ها غیر جسم هاست، قوت ها غیر قوت هاست، چشم ها دیگر چشم هاست. اگرچه شکل همین باشد هم، لیکن به او یک اجازه و یک قوه دیگر داده شده است که الله برای دیدنش الله سبحانه و تعالی اجازه میدهد. اما اشعری ها و ماتریدی ها میگویند، اهل کلام، رافضه ها و غیره، که الله را هرگز به چشم روز قیامت الله داده هم دیده نمیشد. الله را فقط در ذهن میبینید، یعنی فکر میکنید. الله المستعان. که البته این مسئله رو ما در حلقه آینده به شما ذکر میکنیم. پس همین است آمنت بالله. برادرم و خواهر موحدم، ای مسلمان، ایمان آوردم به الله گفتن یک کلمه کار به انجام نمیرساند، مسئله را به پایان نمیرساند. تو بیاموز اللهت را، ربت را، خالقت را که تو را خلق کرد، حیات داد، نفس داد، رزق داد. اما افسوس که امروز ما حالت مردم را میبینیم. حالت مردم را میبینیم که فراموش کردند که به خاطر چی خلق شدند. فراموش کردند که الله اونها را خلق کرد به خاطر عبادت، یکتاپرستی. فراموش کردند که این دنیا دنیای سنجش است، دنیای امتحان است. فراموش کردند که این دنیا آخر دارد. هر روز در نزدشان جوان انسان ها وفات میکند. زن و مرد، ترس هم ندارد، پروا هم ندارد. به دنیا چنان غوطه شده است که، چنان سرازیر دنیا شده است که فراموش کرده است. شیطان هم از یک طرف کار خود را دارد میکند، دنیا را سبحان الله چنان یک زینت میدهد، زینت میبخشد که مردم به این دنیا رفتند، دین الله ترک کردند، زینتی جنت فراموش کردند، جنت را نسیه گفتند، زیرا که ایمان لازم است، ایمان نآوردند. الله که نشناختند چگونه به جنت ایمان میارند؟ به الله که ایمانشون کامل نیست چگونه به جنت ایمان میارند؟ الله المستعان. اصل ایمان به الله است. ایمانت به الله که درست، صحیح، حقیقی، قوی شد، باقی مانده ایمان آوردنت باز قوی تر میشد. بعد از این عمل حقیقی بعد از نتیجه ایمان حقیقی به وجود میاد. اخلاص حقیقی بعد از ایمان حقیقی به وجود میاد. ایمان به علم است، به آموزش است، به حرکت است، به فداکاری است. ایمان فقط آرزو کردن و تمنا کردن و جنبش کردن و تکیه کردن و خوردن و خواب رفتن نیست. الله المستعان. افسوس که شیطان اینقدر مردم رو از دین دور کرد و اینقدر دنیا رو زینت داد که امروز بسیار تاجیک بچه ها رو میبینید که پدر و مادرش به جنگ بین دو کفر روان میکند، برای قهرمان شدن بعد از مرگش، برای گرفتن یک مدال از روس. هیچ کسی پروا ندارد، همه این مردم پروا ندارند. قهرمان مرد گفته همه، یا مرد نمرد پروا هیچ کس ندارد. اما یک جوان به خاطر دین الله بمیرد، هیاهو بالا میبرند، بیچارم وفات کرد، این کرد، آن کرد، به مردم بد نشان میدهند. برای چی؟ برای که آمنت بالله شو مشکل است. آمنت بالله مشکل است. خیر، بالاخره با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم باذن الله سبحانه و تعالی. در حلقه آینده باقی مانده مسائل آمنت بالله رو به شما ذکر میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.